یه طنزی هست، تذکرة الاولیا، به سبک تذکرة الاولیا، درباره آقای رائفی پور. ذکر علی اکبر رائفی پور، آن علامه ذوالفنون، آن عالم به اخبار ماکان و مایکون، آن ضد فراماسون و صهیون، آن ناقد فیلم و کارتون، آن مفسر کبیر، آن پیر، آن مبین مباحث آخر الزمان، آن برای جسم دین جان، آن عدو ظلمت و تابع نور، مولانا و مقتدانا استاد علی اکبر رائفی پور از مشایخ و اعاظم هدایت و قطب طریقت بود و مریدانی زیاده از حد و کراماتی ممتد داشت و این کرامات از قبل از ولادت با او بود. مادرش نقل کند وقتی در شکم بود، هرگاه بر اثر تبلیغات سوء اعداء به گوشه از به صهیونیسم جهانی تمایل پیدا می کردمی، آنقدر در شکم تکان می خورد تا به چیز دیگر فکر می کردمی. او را گفتند چگونه است که با لیسانس حسابداری در تمامی علوم عصر صاحب رأی گشته ای و حالان که این فضائل در احدی جمع ندیده ایم؟ فرمودند به آسانی، چرا که من حساب دارم و از این سبب حساب همه علوم را دارم. مریدان که این جواب دندان شکن بشنیدن، نعره ها سر داده و بی هدف به سر و سینه یکدیگر کوفتند و جمعی از آنان جان باختند رضوان الله تعالی علیه. ابن قنبیتی نقل کند روزی به شیخ عرضه شد رأی شما درباره فلان حدیث و روایت چیست؟ بله. در این وقت شیخ از اول میکنم. ابن قنبیتی نقل کند روزی شیخ حدیثی خواند و ترجمه نمود. در این وقت یکی از رندان مرید نما به شیخ عرضه داشت اجرکم عندالله، ولی اعراب روایت این گونه نیست و معنای حدیث نیز بیشک چنین نیست و آنگاه استدلال از اهل علم و لغت عرب آورد. مولانا علی اکبر که این گستاخی بدید هیچ نگفت، زیرا که به حق هیچ عالمی را در شأن خود نمیدید، چه رسد به یک مرید متمرد. لکن جنود مجازیش حرمت شیخ را خدشه‌دار دیده بر مرید متمرد پریده و در چشم برهم زدن او را از وسط به دو نیم ساختند رحمت الله علیهم. نقل است که شیخ عند الصوت و تصویریون منزلتی عظیم داشت و از برای رفع شبهات به وی فرصت بسیار میدادند و برخی دیگر نی. از مولانا چپندرالدین مادریدی از تلامیذ خارجکی شیخ نقل است که چون شیخ مشاهده نمود بحرالعلوم است و علمی نمانده که بر آن عالم نباشد و با آن جهاد نرم نکرده باشد، اسلحه سخت بساخت ذوالفقار نام. چون اعتراض اسلحه سازان زیاد گردید و تفنگ جفنگ خوانده شد، فرمود من این بساختم تا با آن به مصاف تزویر بروم. تزویر سکه‌ای دروست که یک روی آن نام خدا و روی دیگرش نقش ابلیس است و دیالوگ شخصیت مختار در مختارنامه را به تمامی بفرمود. آنگاه به مصاف تزویر برفت، اما تزویر حاضر نشد به مصاف بیاید و شیخ به ناچار به جهاد نرم خویش بازگشت نمود و ذوالفقار را ترک گفت. پرسنل یک شفاخانه متواترا نقل کردند روزی شیخ را خونین و مالین به نزد طبیب آوردند. طبیب علت را پرسید و شیخ فرمود سحر از خواب برخاسته و یک فیلم را نقد نمودم و نظریه جدیدی در باب انسانیت از منظر طبیعت اگزیستانسیالیستی ابداع. سپس صبحانه خورده نخورده یک نظریه آخر زمانی نگاشته و سپس به سخنان گزاف یک گزافکو در تلویزیون نقدی زدم و یک نظریه جدید در باب صوت و تصویر از منظر ملی دینی علمی فرهنگی هنری بنا نهادم. آنگاه نقد برخی سیاسیون و غیره را آغاز نمودم تا آفتاب به نهایت رسید و عیال طعام آورد. طعام قرمه سبزی بود، ولی بدین سبب که جا نیفتاده بود طبق عادت به طعام و سپس عیال نقدهای آتشینی وارد ساختم و قصد بیان نظریه خیش در این امر داشتم که ناگاه ماهیتابه‌ای به شدت رأس مرا مجروح نمود و بدین حال که می‌بینی در آمدم. طبیب پس از استماع این سخنان و مشاهده حلق استاد با چوب بستنی کیم عرضه داشت شما مبتلا به سندروم نقد و نظر بیقرار هستید و میباید فعلا دست بکشید و روزی سکوت بگیرید و نقد جاهلان نکنید که گفته‌اند جواب ابلهان خاموشی است.
شیخ این تجویز حزیز یعنی سکوت را خیانت خواص بدانست و الی آخر الان به اصلاح امت ادامه بداد تا به دار فانی رحلت فرمود رحمه الله. احسن، دستون درد نکنه. بله، لایک بر شما باد.